سلام، امروز میخوام براتون میرزا قاسمی درست کنم. یکی از غذاهای خطه شمال هستش. در واقع بادمجان ها رو میتونین اول، یعنی در واقع باید اول کبابی بکنین، بعضیا توی فر، بعضی روی گاز، بعضی روی آتش. بعد از اینکه کبابی شد پوست اون رو جدا میکنین وقتی که سرد شد و میریزینش داخل یک تابه. از قبل یه مقدار سیب رو من خورد کردم، بهش زردچوبه اضافه کردم و اجازه دادم که یه مقدار تفت داده بشه. همزمان بادمجان هم داره اینجا آماده میشه. یه مقدار روغنم البته از قبل داخل تابه ریختم. بعد از اینکه این سیر تفت داده شد بعد بهش تخم مرغ اضافه کنیم، ولی به جز اون من اینجا گوجه فرنگی دارم که بعد این گوجه فرنگی رو به همراه یه مقدار رو بهش اضافه بکنم. خب گوجه فرنگیامو اضافه میکنم. بر حسب ذائقه است این. من یه مقدار رو هم برای اینکه رنگدار بشه بهش اضافه میکنم و اجازه میدم حسابی اینا با هم دیگه خوب قاطی بشه. سیرم هم فراموش نکردم، بعد بهش تخم مرغم رو اضافه بکنم. یه مقدار فلفل، نمک و بعد سریع باید همشون بزنم. اینجا کته دارم. بعضیا دوست دارن که میرزا قاسمی رو با کته بخورن، بعضیا هم دوست دارن که با نان میل کنن. حالا این در واقع مخلوط تخم مرغ و سیرم رو باید اضافه بکنم به ظرف اصلی و مجدد اینا رو با هم خیلی خوب مخلوط بکنم. خب تا اینجای کار آماده شد. مجدد بهش نمک و یه مقدارم فلفل اضافه میکنم که طعمدار بشه. بعد دیگه تقریبا آماده شده و میرم که بریزمش داخل یه ظرف و نتیجهش رو بهتون نشون بدم. خب این شد نتیجه میرزا قاسمی من. شما هر جوری که دوست دارین میتونین اون رو تزیین یا گارنیش کنید و اینکه همونطور که قبلا گفتم میتونین اون رو با نان یا برنج و کته میل کنین و نوش جان کنید.